شرایط سوخت در زمینداری و دهقانی تجربه بایوخنی دارند و اکثر از شهروندان روی به کشاورزی آوردند و از زمین‌های همه شکل‌های خواجگیداری ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند. نوع‌های بهترین سیب محض در ناحیه شهرستان استحصال می‌شود. در زمین‌های خواجگی دهقانی میرزا ترسونزاده ناحیه 2 گکتار باغ موجود بوده. امروز میوه‌ها پخته رسیدند. درختان سیب سرخ و زرد سال جاری حاصل خوب داده است و پس از 10-15 روز پوره برای چیدن و ذخیره نمودن آماده می‌گردد. این سیب‌های سرخ و زیبای بامزه در ناحیه شهرستان است. کشاورزان ناحیه شهرستان چون همگان می‌دانند در سمت باغداری و کشت کارتوشک تجربه غنی دارند. این حال ما در باغات خواجگی دهقانی به نام میرزا ترسونزاده قرار داریم. مانده نباشد. امسال حاصلات زیاد. پارسال کمتر بود. امسال تازه مال انداخته. مهنت کردیم مال. آب دادیم. هر یک هفته یک مرتبه می‌کنیم. چکنکه می‌کنیم. بهار با تاگش با گنگ می‌اندازیم. دور می‌زنیم. باغدارم ما فایده می‌تیم. ما مهنت می‌کنیم. سبخوز میشه معامله میشه. از یک درخت چند کیلو حاصل میگیرید؟ 100 کیلو 150 کمش 50. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه کشاورزی همچون ساحه مهم اقتصادیات ملی افضلیت داده. تامین امنیت اوزقواری را محض از زحمت پرثمر و صداقتمندانه اهل کشاورزان و دهقانان میدانند. به تاکید باغداران منطقه شهرستان به حساب میانه از هر درخت تا 50-60 کیلوگرم حاصل میگیرند. مساحت عمومی باغ در ناحیه شهرستان 964 گکتار را تشکیل داده. 650 گکتار آن میوه دهنده است. اگر سال 2020 14 گکتار باغ نو بنیاد گردیده باشد، سال 2021 13 گکتار بنیادی باغ‌های نو اینتنسیوی به راه مانده شده است. همه سال در این منطقه ولایت حجم زیادی میوه استحصال می‌گردد و سال جاری یعنی تا به امروز 250 تن میوه جمع آوری گردیده است که این برای تامین سبد استعمالی اهالی مساعدت می‌کند. مستانه محیدی لازاده و شاعر مبین‌زاده از ناحیه شهرستان